تعالی گفت که و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اینکه به الله تعالی شریک آورید و اینکه از نام الله تعالی اون چیزی که نمیدونید گپ زنید، بی علم از نام شریعت گپ زنید، هر دوش الله تعالی همسایه آورد، شرک کردید. وقتی که با شرک قرینه آورد، این دلالت به گناه کبیره میکند. یعنی قرینه دلیل هست، یعنی دلیل هست، یعنی اشاره هست. در راوی قرینه هست که به موضوع بودن حدیث دلالت میکند. چگونه؟ مثل ان يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل اهل البيت. مانند اینکه راوی حدیث رافضی هست، یعنی شیعه هست، و حدیث درباره فضیلت اهل بیت است. حضرت علی تعریف میکند یا حضرت فاطمه تعریف میکند و راوی حدیث رافضی هست. این حدیث قرینه هست که حدیث موضوع است، حدیث بافتگی. خب او قرینه فی المروی، یا اینکه قرینه در مروی هست، نه در راوی، در متن. مثل کون الحدیث رکیک لفظی، مانند اینکه لفظ حدیث رکیک یعنی لفظ بی معنا، سخنی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم و چسبانیده مولید نمی چسباند. این نخود پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنی پست نگویند. حالا مونده است که مثال یگان آدمی که متخصص به خواندن کتاب‌های شیخ الاسلام تیمیه است، اگر گپی حافظ ابن حجر گوید که این گپ شیخ الاسلام تیمیه افتاد گوید، میگوید که نه، شیخ الاسلام تیمیه خیلی گپ نمیگوید، میگوید اسلوب شیخ میداند، عباره های شیخ میداند. یک شخص حالا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نامش یک سخنی بی معنای میگوید، میفهمید که حدیث موضوع است. رکیک اللفظ، رکیک یعنی رقیق، با بی معنا، سخیف میگن عرب ها.